میگویند که در زندگی در پیراهایی که انتخاب میکنی کمال یافتن یا که آن پیراه را تا آخر طی کردن بسیار مشکل است، زیرا چگونه پیراهی نباشد از پست و بلندی و وزنینی عبارت است. قهرمان امروزه ما شخصیتش بسیار معروف و شخصی هست که در زندگی افتاده و خسته و باز تلاش به موفقیت کرده است. امروز او شخصی هست از بهترین ها و حیات خویش را با آن وابسته می‌داند که آنچه را در زندگی می‌خواست تلاش کرد و به آن رسید. نویسنده مشهور روس گورکی نوشته است که اکثر بزرگان ادبیات در ده تولید شده‌اند و گردش روزگار آنها را به شهر آورده و در تلاطم‌های گوناگون مستقل و بزرگ نموده. این نوشته ها را می توان به قهرمان نوبتی برنامه نسبت داد، زیرا این شخصیت زاده کوهستان تاجیکستان است. گلنظر کلدی، شاعر مشهور تاجیک، سال 1945 در دهه دردر ناحیه عینی به دنیا آمده است. او فرزند خرده عائله به حساب می رود. نخستین شعرگونه هایی که به زبان می آورد از زیبایی دیارش بود و محبت نزدیکان. هم جو کرده در دامان کوه، همچو لعلی پر از شهد و شکر، کوه آن را روی کف برداشته مرحمت گوید به هر یک رهگذر. واقعا همین خیلی یک دهه ما در یک بلندی جایگیر است، در دامنش دریای زرافشان جاری است. ما با نوای دریای زرافشان خواب میکردیم و با نوایش از خواب میخستیم. زمان نورسی گلنظر در زادگاهش سپری می شود. آوان خردی در آغوش والدین و نورسی در آغوش مکتب دهه. آن وقت مکتب رقم 4 دهه دردر به نام نادژدا کنستانتینونا بود. محض همین مکتب و استادان آن سبب صاحب علم و نازکبین گردیدن گلنظر گردیدند. از روزگار مکتبی خویش خاطره های شیرین دارد. سالهایی که بسیار خردسال بودیم، مثلا در صنف‌های 3-4 میخوندیم، یک وقت به دهه ما یک گروه معلم های نو آمدند که اینها از دهه اورمیتان بودند. دهه اورمیتان از قشلاق ما تقریبا یک 12-15 کیلومتر پایان آبی دریای زرافشان قرار دارد و در سمت پنجشکند است. اون وقت با گمانم هم پر یک سیاست بود که سر هر چند و 1 سال 2 سال معلمای یک دهه را با دهه دیگر میفرستادند. هم یک تبادل معلم ها بود و در بین این معلم های ما بعداً شاعرهای بسیار نامدار به کمال رسیدند. یکی از آنها استاد قطب کرام بودند، سبحان تویغون معلم ما بودند. خب میرزا محمد که دوست اینها بودند و شب و روز در همین قشلاق ما یک خانه را به اجاره گرفته بودند، همصحبت میشدند. ما از تاثیر شعرگویی و شعردانی و شعرخوانی اینها به نوشتن شعر سر کردیم. چند نفر از جمله من هم. سالهای مکتبی اولین سالهایی بودند که برای قلمکش نورس محبت شعر و سخن را بیشتر می نمودند. او با کمک استادان و بزرگان ده هر هفته به عنوانی ردکسیه ناحیوی و ردکسیه های جمهوری مکتوب ارسال می نمود و نوشته های شاگردانه خویش را پیشنهاد می کرد. و آن روزگار چون کار ردکسیه با جامعه قوی تر بود، همیشه از نام محرران نامه می گرفت که برایش مصلحت می دادند تا بیشتر مطالعه نماید. گلنظر کلدی هنوز از آوان خردی خویش شعر میگفت و پیوسته کوشش میکرد تا شعرهایش در گازیته های آن وقت روی چاپ آیند. یاد دارد روزگاری که نخستین شعرش در مجله مشعل روی چاپ آمده بود.
و او خطکشان را ساعت‌های زیاد انتظاری میکشید در درآمد دهه. یه وقت معلمای ما با مرکز عینی حاضرم با نام ورز منور موجود است. همونجا رفتن در کدام مجلس اتفاقا با یک مجله چون میافتاد که در اونجا شعر من هست، خواننده مکتب میانه رقم 4 قشلاق دردار گفتم. با آمده با من خبر دادن که شعر چاپ شد، مبارک شد. آن وقت خطکشان ما که اشتراکی جنگ بودن از قشلاق دیگر بودن، هر هفته یک بار همون سوار خرشون خورجیناشون پر از مکتوب و روزنامه مجله به دهه ما می آمدن. شما خواب باور کنید خانه من چند شب و چند روز در درآمد دهه همه انتظار بودم که همون که سوار خرش آمد بیان. یک وقت بود که از دور پیدا شدن تصور کنید که من دویده با سر و پای برهنه با اونجا دیدم که همین کسا دستگیر کنم ده به معنی نغزش تولا کنم که همون مجله به من دهم. واقعا رفتم گفتم که اشتراکی جنگ بودن و بسیار تنشان افگار بود و بسیار عصبانی هم بودن. از خر فرا آمد، همه در بار و بونه خورجین های بیرون گرفت و یک دسته را کشید که در اونجا مجله بود، مجله مشعل رقم 3 بود. بعد کشادن به همون مجله دادن، گفتن که بچه گفتن تو بسیار وای بوده در راه خدا استوار، انشالله با مراد و مقصد میرسید. چون خود شاعر میگوید در این راه نخستین دعا را برایش خطکشان داده. بله، همان خطکشانی که راهش را از صبح تا شام انتظاری میکشید. در مکتب اعلی میخواند و با همسالانش دوستی قوی داشت و میگوید در صحبت‌های همسنفان همیشه زیر شوخی‌های همسنفانش قرار میگرفت. زیرا آن روزگار کسی نمیدانست که فردا این نورس را چه انتظار است. من در مکتب بسیار علاقه‌مند بودم. بعداً که من بسیار شعر می‌نویسم خیلی قلمم راست شده بود. البته من هنوز وزن عروض نمی‌دانستم. وقتی که ما دانشجو شدیم و در نزد استادان وزن عروض آموختیم، بعد من وارد این یک اسرار بسیار فوق‌العاده شدم. اولش در همون وزن هجایی بود که می‌نویسیم، بعد در روزنامه‌های گزیته‌های دیواری می‌گفتیم، روزنامه‌های دیواری بود. من هر وقت شعرهای بسیار می‌نویسم در واسه معلم‌ها، خصوصاً در عرفه عیدها. اگر در عرفه عید 8 مارس باشد با معلم‌هامان، با دخترانمان شوخی‌ها می‌کردیم. در عرفه سال نو با معلم‌ها، با هم صنف‌ها. بعضی نشد که در گوشه حجبی شعرهای حجبی من چاپ نشد، این رفیقای ما از من خفه می‌شدن. من در یادم است که وقتی که با درس آمدم و این مجله خود نشان دادم، دخترای ما بسیار شوق بودند. شاعران مردند، تو شاعر شدی، از کدام کنج لحد حاضر شدی، گفتم من مسخره می‌کردن. و همطور است. و واقعا در بچگی کی می‌داند که کی چی میشه. او میگوید اکثری همسنفانش به شهر نآمدند زیرا امکانی نداشتند. میان آنها جوانان صاحب علم بودند ولی آنها در دهه ماندند. تنها گلنظر که وضع اولیوی خوب داشت به شهر می آید و با کمک پدر و برادرانش که یکی کارمند صحابی بود و دیگری ترجمان مشهور راه می یابد به دانشگاه دولتی تاجیکستان، امروزه دانشگاه ملی. اصلا والدین گلنظر می خواستند تا او طبیب باشد تا سهمش برای مردم برسد. گلنظر با وعده به دانشگاه طبی آمدن به شهر می آید ولی انتخابش فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی می گردد. در واقع او کارمند ساحه تندرستی نشد ولی طبیب شد که طریق قلمش، طریق سخنش دلهای دردمند را دوا بخشید. در همین زمان دانشجویی بعد ما کم و بیش به اسرار ادبیات سرفهم رفتیم، با همین جهان بزرگ ادبیات کم و بیش وارد شدیم با کمک استادا و بعدا
خودی ما مستقلانه با آموزش سر کردیم. مستقلانه با آموزش سر کردیم. وزن عروض رو یاد گرفتیم. چطور میشه؟ مفاعلون چیز، فاعلاتون چیز، رجع چیز، رمال چیز، متقارب چیز. هرچند که در وقت نوشتن شعر تا به امروز من یگان مفاعل و فاعلات نمیگم. من از روی آهنگ شعر میگم و همه شاعران هم هستن. وقتی که یاد گرفتید از روی آهنگ بعد شعر گفتن میگم. گلنظر کلدی دانشگاه را با دیپلم سرخ ختم نمود، ولی چون خود او میگوید هر کجای به کار رفت از دیپلم نپرسیدند، زیرا آوازه قلم او میان اهل سخن رسیده بود. هنوز روزگار دانشجویی به گازیته دانشگاه به قله های دانش به کار می آید و در رو بروی او پیراهه بزرگ حیات آغاز می شود. ما با گلنظر پسوپیش همسین سال هستیم. البته در ایجادیات استاد گلنظر مقدم است، پیش قدم است. این خاطر که ما سالهایی که روزنامه‌نگار بودیم ایشان رو با شعرهایشان، با نخستین کتابهایشان، رسمی سربازی، دسترخوان و شعرهای بسیار زیبایشان میشناختیم و البته اینو در یک دوره به میدان ادبیات آمدن که گلنظر، سیدعلی مامور، گلرخسار و با شاعران همسین سال اینا که یک دوره اوجی شعر نوین تاجیک بود. بعد ادای خدمت حربی گلنظر نزد استادان می آید و با مصلحت مومن قناعت و قطب کرام نخستین مجموعه شعریش را به چاپ می دهد. سال 1969 نشریات عرفان نخست کتابش را با نام رسمی سربازی به چاپ می رساند. همین گونه او میان اهل سخن راه می یابد و با عضویت اتفاق نویسندگان در یک روز با بازار صابر پذیرفته می شود. آن چه که در یاد من هیچگاه از یاد من سترده نمیشد و نمیرود، این چاپ شدن مجموعه اولین من است. وقتی که من سال 1967 در صف قوه‌های مسلح اتحاد شوروی قسمت عسکری میکردم، بسیار دوستان من، همکلام‌های و همقدم‌های من کتاب‌های خود را نشر کردم. از جمله حبیب الله فیض‌الله، سیدعلی مامور. خب من از این صف ماندم. وقتی که بعد قسمت به دوشنبه برگشتم، یک وقت استاد مومن قناعت، استاد بزرگ ما، در کوچه با ما واخوردند، اول پرسی کردند. بعد گفتن کتاب چاپ شد یا نه؟ این سالهای 68 بود، 68 یا 67. بعد من با استاد گفتم که نه، ما وقت خدمت حربی آمدیم، هنوز من این کار را نکردم و جرأت ندارم. من بار دیگر میگم که امروزه برای نیست که دو سه شعر جمع کنید برای پول یابید که تشبرون. وقتا هر شعر را در اتحادیه نویسندگان محاکمه میکردن، بررسی میکردن، میدیدن که مجموعه شد، بعد به چاپ تفسیر میکردن. در نشریات عرفان همون امروزه همین ادب که هست، این بنابر مجموعه رو میگذاشتن. بعد دو سه سال چاپ میشد. بعد خلاصه که با من گفتن که شعرها تا بیار. اون وقت استاد مومن قناعت کاتب مسئول اتفاق نویسندگان بود، یعنی معاون استاد مرزا تراززاده بودن. و من یک وقت شعرهای جمع کرده آوردم، بعد استادا را جمع کردم. البته تحت رهبری استاد باقر امزاده، خب خود استاد مومن قناعت، استاد رایی، بازار، سیدعلی مامور، همه حبیب الله فیض‌الله خدا رحمتی، همه جمع کرده بررسی کردند. هر یک شعر رو میخونند، پست میکنند به معنای نغزش. بعد همه کتابی ما رو پذیرفتند.
солҳои зиёд аст ки дар иттифоқи нависандагон дар вазифаҳои гуногун фаъолият мекунад. мегӯяд ҳар вақте дар ин макон қадам мезанам устодону дӯстони хешро эҳсос мекунам. девораҳои ин макон ба ман қувват мебахшанд ва ҳанӯз қадамонии боқӣ раҳимзодаву бо қаноат ва табассуми пур аз муҳаббати лоиқро эҳсос мекунам. من هر وقت که با این درگاه قدم میمونم همه دوستانی خدا رحمت رو به یاد میبرم. در اینجا مجلس ها به یاد میبرم. در اینجا استاد باقر رو به یاد میبرم. استاد فضل‌دین محمدی رو، جلال اکرامی رو، استاد زبردست، استاد فاتح نیازی رو، یوسف جان اکابرف رو، خیلی استاد لایق و بازار و اینها سر ثبت مجلس های ما بودن. در اینجا با ما یک گروه خیلی زیادی ادیبان روس کار میکردن. میخائیل لیوین، لئونید پاشنکا، مارگاریتا فوفانووا اولین شعرهای ما رو بر روس ترجمه کردن. خیلی گلنظر از همون روزی که همچون شاعر شناخته شد از سرودای نخستینشون، سرودی که به مادر است یک نفسیش تا ببینم روی تو، این نخستین شعرهای گلنظر اینا بسیار زیبا میخوانن اون شعرها را. و اینکه گلدسته مچین به من یک دم بنشین با من، این شعرهای نخستین گلنظر هستند. بسیار گرمن، تفسونن، حسیات بسیار سرشار دارن، از دل عاشق، از دل جوان، از دل وی. ببینید چخیل هستند و تا کتاباشون. و یک شاعری امروز پیشرفی ادبیات ما است گلنظر در شعر. فقط البته خواننده بیشتر اون همچون مؤلفی متن سرود ملی میشناسد، لیکن در اصل بگیری گلنظر یک شاعری بسیار توانا است. استاد گلنظر اصلا به هیچ شک و شبهه از سرآمدان ادبیات امروزند. یعنی که و بزرگترین شرفی که مثلا ایشان نایل شدن اونن که مؤلف سرود ملی هستند. این بسیار شرف بزرگ است و به کم کسی هم از ادیبان روزگار دست می‌دهد که تا این حد، یعنی که باید مؤلفی سرود ملی داشته باشد. این هم با نوع خود یک کارنامه بی‌نظیر است. و گذشته از این شخصیتشان بسیار شخصیت روشن است. انسانی هستند که برای پیشبرد ادبیات، برای پیشرفت ادبیات سهم بارز دارند. هرچند که مدعی اون نیستند که مثلا این یا اون از مکتبشان باشد یا اینکه شاگرد داشته باشند. من این چیزا یگان بار ندیدم، نشنیدم که استاد یه جایی ده گفته باشن که نمان این خیلی. اما وقتی که ادبیات کسی که میخواند، خصوصا شعر امروز میخواند، میبینید که بسیار جوانها از آثار استاد گلنظر بهره های زیاد میگیرند. اتفاق نویسندگان تاجیکستان یکی از سازمان های بزرگترین ایجادی است که شکر قریب 500 نفر اعضای برحیات دارد. لیکن وقتی که درباره اعضای فعال، اعضای مسئولیت شناس، اعضای هنرمند، اعضای به حوصله میگوییم، همیشه چند نفر انگشت شمار به یاد میآیند و یکی از آنها استاد گلنظر است. استاد گلنظر در حیات سازمان ایجادی بسیار فعالانه اشتراک میکنند. اولین ترانه‌ای که ما همکاری کردیم این ترانه راغون بود. دویم ترانه‌ای که ما همکاری کردیم این بخشیده به تاجیکستان است و برای آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزم بخشیدیم. این جنت ارمان من. برای هر شاعر بزرگترین هنگام آن وقت است که شعر او را خوانند و همیشه تکرار نمایند. گلنظر کلدی مؤلف سرود ملی تاجیکستان است و شعر او را تمام مردم این سرزمین می‌دانند و دوست می‌دارند و در آن
محبت و صمیمیت خود را نسبت به این سرزمین بیان می سازند و هر کجای می رود در آغوش اهل دیار است، زیرا او را با قرصک ها پیشواز می گیرند، با افتخار می کنند. با بزرگترین کمپوزیتوران معروف تاجیک شرافالدین سیفیدینوف، دمیر دوست محمدوف، فتا آدینه، میرتالله عطایف، طلب ستاروف و دیگر کمپوزیتوران همکاری بسیار ایجادی پرمحصول کردند که تا امروز نقش و نگاری نظمی استاد گلنظر با همین کمپوزیتوران یعنی که یک عمره نقش بسته است. در پیروهای انتخاب کرده خود گلنظر کلدی پیوسته تلاش به سوی موفقیت میکرد و این است که وقت برای او دوباره میخندد، زیرا میان صدها نفر شاعرانی که میخواستند مؤلف سرود ملی باشند، تنها سرود او از جانب اهل قلم و که اهل کمیسه آن وقت انتخاب کرده می شود. و گلنظر کلدی میگوید که وقتی مصرع‌های زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من را نوشتم، یک طرف دلم روشن بود و میگفت که این سرود انتخاب می شود. وقتی که من همین شعر را نوشتم زنده باش ای وطن تاجیکستان آزاد من، بعد پیدا کردن همین نقرات دانستم که همین سرود من باید که گذرد. واقعا همطرف شد. نخستین کسی که این پیام را آورد یک دوست من بود. وقتی که من از پیش چایخانه راحت میگذاشتم و آمد گفت تبریک. گفتم با چی؟ گفت گفت حاضر رادیو اعلان کرد که در اجلاس‌های شورای عالی متن سرود ملی انتخاب شد. وقتی که من خانه آمدم اعلان کردم، همه خیلی اهل خانواده‌مون شاد شدن. سحری سری صبح ساعتهای 7 در مرخصان براندم که دوستی عزیز من خدا رحمتی عثمان نظری آتش، یک از کارمند شورای عالی بودند، چند سالهای دراز بعد وکیل مجلس نمایندگان بودند. یک از در همون کمیسیا کاتبی میکردن، همین حضرت را جمع میکردن، همه با یک دسته گل آماده سر صبح خود را تبریک کردن، با آغوش گفتن که همین از نام شورای عالی تبریک میکنن. دوم کسی که من تبریک کردن همین روزگار یک قانونیت‌های عجایب دارد، یعنی که می شود که در یک لحظه شما منتظر نیستید بینه گردش هوای اجتماعی بینید و ادیب همون ادیبی است که به همون روزگار خودش مطابق کرده در همون روزگار مشخص گفته تواند. استاد گلنظر از همین خیر شاعرانی هستند که یعنی که هماوازی زمان در شعرشون بسیار روشن است. هر فاجعه‌ای که رو میزند، هر دگرگونه‌ای که به میان میاد، اول در شعر استاد گلنظر میبینید. یعنی که این شاعر روز میگن که بسیار در روزگار ما شاعر روز که همین درد همین روز گفته تواند و روشن گفته تواند بسیار کم است. اگر این روز ما 3 نفر شاعری زبردست، 3 نفر شاعری برجسته داشته باشیم، یک نفرش استاد گلنظر است. اگر 2 نفر شاعری برجسته داشته باشیم، یک نفرش استاد گلنظر است. و اگر 1 نفر داشته باشیم، این هم استاد ما، استاد عزیز ما گلنظر است. برای که نوشته های استاد گلنظر از سرنوشت مردم برمی آید. در هر یک کلمهش دل انسان می تپد. بسیار گوناگون اندیش از فعالیت ایجادیش هم بسیار گسترده است. سرودهای بسیار زیبا دارد. همون سرودی که بر آهنگ عبدالفتاح آدینایف است، این اسب سفید تو نصیبی که شود، این یار عزیزی تو حبیبی که شود، درباره واسه میگوید. بسیار سرودی جانگداز و آهنگ بسیار زیبا هم است. یعنی که یا اینکه دلم بر رودکی سوزد، به حال زندگی سوزد، درباره زبان است. ببینید چه
بسیار دارد و خوب دارد و با همون به دل و به مغز شنونده خواننده خیلی زیبا میرسد. گلنظر در زندگی خیش دوره‌های گوناگون را پس سر نمود. به این خاطر توانست در شعر خود حیات را و تغییرات روز را جای دهد. گلنظر کلدی تا امروز مؤلف بیش از 50 کتاب است. قسمت اساسیش را البته شعر تشکیل می دهد. او می گوید که در سالهای استقلالیت ما بزرگترین نعمت را صاحب شدیم. خود را شناختیم، تاریخ را آموختیم، ولی ادبیات ما در یک حوزه ماند. امروز برای معرفی اهل قلم ما را می باید به جهان معاصر شعر راه یابیم. شعر را با زبانهای گوناگون ترجمه نماییم تا اهل جهان از فرهنگ و تاریخ ما و از فعالیت اهل قلم ما آگاه شوند. در همه جمهوری ها مجله های چوب میشوند که به زبان روسی اثرها را پیشنهاد میکردند. یعنی ما از همه برد و باخت ادبیات یک دولت بزرگ آگاه بودیم. آنها هم میدونستند که ما چیکار میکنیم. مثلا استاد روزا یک شعرشون در تهران پیدا میشد، در میدید که در پراودا چاپ شد، در لیتراتورنی گازیتا چاپ شد. یعنی ما منبری بزرگ داشتیم. واقعا هم استاد گلنظر امروز یکی از ادیبان سرمحصول ما هستند که در بسیار ژانرهای ادبی اثرها ایجاد کردند و عجیبش در آن است که استاد گلنظر را ما که همچون شاعری توانا میشناسیم، همچون مؤلف سرودی ملی میشناسیم، اما استاد هم در نثر حکایه های بسیار خوب نوشتند، هم در مثلا فیلمنامه نویسی از روی فیلمنامه های ایشان کینوستودیوی ما فیلم های خوب گرفتند، هم در ادبیات کودک نیز بسیار موفق هستند و هر که حکایه می نویسند، شعر می نویسند یا فیلمنامه می نویسند یا لیبرتو می نویسند یا دیگر چی، همیشه موفق میشن و این علامت آن است که ایشان واقعا هم با استعداد هستند. بسیار خاکسارند، بسیار یعنی مهربانند، شخصیتی هستند که فقط نیکخواهی است. اندیشهشان و خصوصا ادیبان جوان برای پیشرفت و مثلا چشان سهم بارز دارند. من میگم به واسطه هم که باشد یا با واسطه هم که باشد، جوانا به شعرشان نظر یعنی چی دارن، پیروی دارن و من اینا در شعر جوانا بسیار روشن میبینم. و این خود از چی است؟ یعنی که در زندگی یک ایجادکاری باشه که سرآزاد به یگان مثلا دعوا سهم بارز در ادبیات داشته باشه، از تو پیروی کنن، یعنی تو همچون شخصیت و همچون شاعر احترام گذارن، لیکن یگان مایه مثلا افتخار یگان غرور نباشد. انا استاد گلنظر از همین نوع شخصیت هم. ایجادیات گلنظر بسیار گسترده است و در بخش تحقیقی بدیعی هم کارهای بسیار شایسته است. کتاب بسیار خوب هم دارد، لایق چون لایق و کتاب مقاله های زیاد درباره شاعران استادان سخن، درباره شاعران همسین سالش و بعدینه ها حکایه های خوب دارد. در بخش نثر بسیار حکایه های خوب دارد، یک کتاب بسیار خوب دارد. من همین در همون کتاب های، در همون حکایه هایی که از لحظه های عبارت است از گلنظر همچون یک شاعری که از دید شاعر مثلا نثر لحظه های جزئیات زندگی قهرمان چخل گویا و زیبا به تصویر می آید، در دل خواننده میشند. بسیار لحظه های زیبا دارن همون حکایه ها. اینکه همون کتابشون یک کتاب دارن، کتاب تدقیقاتی رستاخیز سخن. رستاخیز سخن هر کسی که خواند گرفته همون خواند درباره بسیار شاعران ما که اونا را خواننده امروز نمیشناسد. اونا بسیارش از بین رفتن، جوان رفتن، فرض کرده ناکام رفتن، به مجموعه رفتن یا مجموعه دارن. در همون کتاب گلنظر استادان ما، نفقه استادان ما،
زندگی اونها، فاجعه زندگی اونها در همون کتاب بسیار زیبا است. ادیبی هستند که به معنای اصلیش ادیب هستند، یعنی در تمام ژانرهای ادبیات ایجاد میکنند. نفری نیستند که مثلا با شعرشان قانع شوند، بلکه نثر هم می نویسند. دراماتورگیا از اون کس چند اثری بسیار جالب گرفته است. مقاله های بسیار جالب می نویسند، هم مقاله های اجتماعی، هم مقاله های ادبی، هم مصاحبه های بسیار جالب با نماینده های ادبیات ما و این همه من گمان میکنم که در خزینه ادبیات معاصر ما میماند. همزمان مهمیت موفقیتش را در زندگی از پشتیبانی حکومت میداند. او میگوید اگر هنگام نفقلمی او و لایق و بازار را دستگیری نمی کردند، شاید آنها به ادبیات راه نمی یافتند و هر یک به ده برمیگشتند. به این خاطر امروز جوانان صاحب قلم را نیز باید دستشان را گرفت، با آنها شرایط خوب زندگی آماده کرد تا توانند ادبیات ما را، بار ادبیات ما را در آینده بردارند، آن را صاحب باشند. متاسفانه اکثر آنها بعد ختم دانشگاه به دههای خود برمیگردند، بعد با این کار جدی مشغول نمیشن، چون که در دوشنبه امکان زندگی کردن نیست. یک سال دو ساله که هنوز صاحب خانه در نشدن، یعنی اولادار نشدن، در دوشنبه میگردند، اینجا اونجا کار میکنند. بعدن که اولادار شدن، صاحب فرزند شدن، از مرکز میره. از مرکز که رفتید دیگر اون امکان به شما دست نمیدهد. من چند بار در مجلس ها هم گفتم یک راه یافته همه جوانها را هر سال یک تا دو خانه به اتفاق نویسندگان باید جدا کرده شود که به جوانهای به استعداد تقدیم کرده شود. یکی از کارهای ایجادی بزرگی استاد گلنظر با کمپوزیتوری معروف دمیر دوست محمدوف این سرودی یعنی انجمن تاجیکان دنیا بود که این اثر در همکاری پیوسته ایجادی شاعر استاد گلنظر، کمپوزیتور دمیر دوست محمدوف و یکخوانها سلیستان از اپرا و بالت، خوری عمومی تئاتر اپرا و بالت و ارکستر سیمفونی یعنی هم ردیف بودند و با همین دسته بزرگ هنری اینا همکاری کردند و سرود انجمن تاجیکان دنیا در هر یک انجمن تاجیکان دنیایی که در خودی گویم که دوشنبه پایتخت عزیز ما برگزار میگردد، این سرود انجمن تاجیکان دنیا صدا میدهد. سر اول این با قلم استاد گلنظر و آهنگ کمپوزیتور معروف دمیر دوست محمدوف ایجاد گردیده است. گلنظر کلدی شاعر خلقی تاجیکستان امروز یکی از ستونهای مستحکم انا همین بنای اتفاق نویسندگان است، زیرا او طول عمری با برکات خویش را اینجا صرف کرده در رشد ادبیات و شاگردان بسیاری در این هنگام تربیت کرده است. شکرگزاری از آن میکند که از پیروان میرزا ترسنزاده و سرالدین عینی و لایق شیرعلی و مومن قناعت است و همیشه بر آن میکوشد تا تواند دست شاعر جوان را گرفته باشد. از قسمت خویش، از حیات خویش، از پیراهایی که انتخاب کرده است خوب راضی است. توز خود ناراضیم، از خود پشیمان نیستم. من هم همیشه نارضایم، اما چون که همین نارضایی یک نیروی است که کس را تکان میدهد، به انگیزش میآورد که همیشه فکر کند، آموزد، کوشش کند که اثرهای نقص نویسد. همون روزی که گفتید که من به قول اتخمال لطفی یک اصطلاح داشت که هنوز دستتان به حلقه نرسیده است. همیشه تصور کنید که هنوز دستتان به حلقه نرسیده است. کوشش و
جویندگی و پویندگی باقی میمونند. اگر گوید که دست شما به حلقه رسید همان وقت شما تمام میشید. بسیار در زندگی من لحظه های خوب بود. مثلا خودی همچون سرود ملی پذیرفته شدن شعر من این برای هر ایجادکار بخت بزرگ است. اما من با این قناعت نکردم. من بسیار چیزها آفریدم بعد این. هرچند بعضی دوستای من میگفتند که تمام دیگر همینش باز برای تو. و واقعا این جان هم دارد. اکثر زیادی مردم تاجیکستان ما رو برای همین سرود ملی میشناسند.